این معلمان برای درس دادن به شاگردانشان می روند. هر روز از رودخانه کنر همین گونه می گذرند، چون اینجا نه پول هست و نه راه دیگر. گذر از رودخانه خروشان و با این شیوه خالی از خوف و خطر نیست. بسیاری از استادان همراه ما هستند که آن طرف به مکتب بیلی می رویم. این رودی کنر یک رودی بزرگ است که فصل بهار آبش زیاد می شود. ما با بالون‌های رزینی از آن می‌گذریم و با دشواری‌های زیاد. اینجا مکتب بیلی در ناحیه مومندره ولایت ننگرهار است. مکتبی که بیشتر از 1000 دانش آموز به شمول دختران تا صنف 6 دارد. خود صنفخانه‌های مکتب هم به دلیل فرسودگی دیگر قابل استفاده نیستند. بچه‌ها هم در بیرون و با کمترین امکانات درس می‌خوانند. وسایل درسی کاملا نداریم. برای صنف‌های 8، 9، 10 کاملا کتاب نیست. اگر چیزی هم هست بسیار کم است. نه قلمی نه کتابی. به قلم و کتابچه احتیاج داریم. مردم قشاق هستند، توان خریدنش را ندارند. نور رحمان 15 سال باز در این مکتب از زبان پشتو درس میگوید. مزد کارش تقریبا $70 است که برای اهل عائله‌اش به سختی میرسد. مشکلات زیاد است. پولی که میگیریم به چیزی نمیرسد. قرض زیاد دارم و از این معاش آنها را برگردانیده نمیتوانم. بعضی وقت جنجال با دکانداران تمام نمی شود. ننگرهار یکی از ولایت‌های شرقی و فقیر افغانستان است که سالهای گذشته هم با حضور جنگجویان داعش در آن ناامن‌تر شده است.